ریاست معارف ولایت ختلان خبر داد که با افتخار عید کسبی آموزگاران در ناحیه دوستی با یک اقدام در این ولایت به سابقه یک باره به 30 آموزگار جوان همچون امتیاز برای ساختن خانه زمین دادند. مراسم تقدیم سرتیفیکات زمین‌های نزد اولگی روز 2 اکتبر سال 2022 در تالار قصر فرهنگ ناحیه دوستی برگزار شده است. ریاست معارف تقدیم شهادتنامه زمین به 30 آموزگار را جالبترین و فراموش ناپذیرترین لحظه و همچنین بهترین تحفه به آموزگاران ناحیه دوستی و شایسته نمونه عبرت برای دیگر شهر و نواحی نامیده نوشته است. با زمین نزد اولگی تامین گردیدن آموزگاران جوان یکی از بندهای قرار حکومت جمهوری تاجیکستان درباره مقرر نمودن امتیازها برای آموزگاران جوان می باشد، اما نوشته است این نهاد در یک روز از یک ناحیه با زمین تامین شدن یک بار 30 آموزگار بار اول صورت می گیرد و این نشانه بلندترین احترام نسبت به آموزگار محسوب می یابد. مدیر شعبه معارف ناحیه شهنازه محمد سعیدزاده اطلاع داده است که به هر کدام از این 30 آموزگار شهادتنامه حقوق استفاده زمین برای 12 سوتق تقدیم کرده شده است. او گفت محض آموزگاران به نوبت گرفته شدند که واقعا به زمین احتیاجمند می باشند و همزمان در تعلیم و تربیت شاگردان موفق گردیدند. ریاست معارف ولایت اظهار باوری کرده است که چنین هوسمندگردانی در سمت جلب آموزگاران به مؤسسه‌های تعلیمی بیشتر نمودن تلاش‌های آنها برای به دست آوردن نتیجه‌های بلندتر در آزمون و المپیادهای شاگردان و سهم ارزنده گذاشتن در تعلیم و تربیت نسل نورس تأثیر مثبت خود را می‌رساند. شهنازه محمد سعیدزاده افزود که در آینده باز هم به مسئله دستگیری آموزگاران توجه زیاد ظاهر خواهد شد. او گفت که باز برای دادن زمین به 60 آموزگار دیگر به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه دوستی پیشنهاد کردیم. باوری است که مرحله به مرحله آموزگاران احتیاجمند با زمین تامین می شوند.